سلام خدمت شما عزیزان، انشالله که جور و تیار و صحتمند باشید. اگر بار اول است که وارد چینل می شوید، لطفا چینل یوتیوب را از قسمت سابسکرایب کرده و ویدیوها را هم لایک کنید و کامنت انگلیسی هم فراموشتان نشه. زنگوله را هم روی آل قرار بدهید. به محض اینکه ویدیوی جدید آپلود کردم شما اولین نفر باشید که ویدیوهای از مرا دریافت میکنید. خب دوستان، امروز برایتان نشان میدهم که چگونه میتوانید شما ویدیوهای تیک تاکتان را وایرال کرده و به فوریو پیج ببرید. که وقتی ویدیوهایتان وایرال شود و به فوریو پیج بره، هم لایک تیک تاک و هم بازدید تیک تاک و هم فالوور زیادی میتوانید شما در تیک تاک به دست بیاورید. پس زیاد وقتتان را نمیگیرم و میریم سراغ آموزش. خب دوستان عزیز، در قدم اول پلی استور یا همان فروشگاه موبایل خود را باز میکنیم و در این قسمت تیک تاک سرچ میکنیم. و اگر تیک تاکتان نیاز به آپدیت داره، حتما تیک تاکتان را آپدیت کنید که از من فعلا نیاز به آپدیت داره و من آپدیتش میکنم. خب وقتی تیک تاکتان آپدیت شد، بالای اوپن کلیک کنید و تیک تاکتان را باز کنید. خب دوستا، اکانت تیک تاک ما هم باز شد و یک نکته مهم اینجاست که برای انجام از این کار ما باید 2 یا 3 تا اکانت دیگر هم داشته باشیم که همراه این 3 تا اکانت ما باید پست را ریپورت بزنیم تا پست ما به فوریو پیج بره. اگر نمیدانید که چگونه در یک موبایل 2 یا 3 تا اکانت تیک تاک داشته باشیم، نگران نباشید، من قبلا در این مورد ویدیو ضبط کردم. در اخیر همین ویدیو برایتون پیشنهاد میکنم که آن ویدیو را هم از دست ندهید. و حالا دوستای عزیز، در این قسمت بالای 3 نقطه در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا سیتینگ اند پرایوسی را انتخاب میکنیم. و در اینجا بالای پرایوسی کلیک میکنیم. و از این قسمت اگر در اکانت تیک تاک تانی گزینه فعال است، حتما غیر فعالش کنید و اگر فعال باشه یعنی اکانتتان پرایوت است و اگر این را شما غیر فعال کنید اکانتتان عمومی میشه، یعنی پابلیک میشه. و در این قسمت بالای کانتنت پرفرنسز در اینجا کلیک کنید و از این قسمت ویدیو لنگویج و در اینجا چند تا زبان رد کنید: زبان انگلیسی، عربی و اسپانیا و اردو رد کنید. و حالا دوستای عزیز، در این قسمت بالای فری اپ اسپیس در اینجا کلیک کنید و این 2 گزینه را حتما کلیر کنید. و حالا دوستای عزیز، در قسمت بالای هلپ سنتر در اینجا کلیک کنید و در اینجا بالای فوریو کلیک کنید. وقتی شما همین فوریو پیج را فعال کنید، ویدیوهایتان 100% به فوریو پیج میره. و حالا دوستا از این قسمت هم خارج میشیم و در اینجا بالای علامه مثبت کلیک میکنیم و یک تا ویدیو از گالری خود انتخاب میکنیم و ویدیو را آپلود میکنیم و میبینیم که به فوریو پیج میره یا نمیره. خب دوستان، ما همین ویدیو رو میخوایم آپلود کنم و حالا از این قسمت دوستای عزیز ما باید هشتگ نویسی کنیم.
یعنی باید هشتگ را بنویسیم که ویدیوهای ما را 100% به فوریو پیج ببره. و در اینجا نوشته میکنیم تیک تاک پلیز وایرل می. و در اینجا بالای هشتگ کلیک میکنیم، نوشته میکنیم تیک تاک بازم هشتگ گرو بازم هشتگ 500k بازم هشتگ FYP. و دوستا از همین هشتگ استفاده میکنیم و حالا در اینجا کلیک میکنیم who can watch this video، یعنی چی کسایی میتونه این ویدیوهای از تو رو ببینه. و اگر شما از این قسمت فرند انتخاب کنید یعنی همون کسایی که فرندتان هستن میبینه، و از این قسمت اگر اونلی رو انتخاب کنید فقط خودتان میبینید، و از این قسمت اگر everyone رو انتخاب کنید یعنی ویدیوهایتان عمومی میشه و همگی میبینه، که ما فعلا همین عمومی رو انتخاب میکنیم. خب دوستا پست ما هم آپلود شد. قسمی که میبینید این ویدیوهای از مسته که به فوریو پیج رفته 24300 بازدید گرفته و اینش هم 10000 بازدید گرفته و اینش هم 10000 بازدید گرفته، که من از همین طریق که الان برایتان یاد میدم از همین طریق استفاده کردم. خب دوستان ما فعلا این اکانت رو لوگ اوت میکنیم و اکانت دیگه خود باز میکنیم. و حالا دوستای عزیز همراه یک اکانت همون ویدیو رو که آپلود کردیم ریپورت میزنیم. در این قسمت بالای ویدیو کلیک میکنیم، ویدیو رو یک لایک میزنیم و در این قسمت بالای شیر کلیک میکنیم و در این قسمت ریپورت نوشته است در اینجا کلیک میکنیم. در این قسمت بالای هیتفول بیهیویر در اینجا کلیک میکنیم. در اینجا بالای سابمیت کلیک میکنیم. خب دوستا بازم این ویدیو رو باز میکنیم و یک تا ریپورت دیگه هم میزنیم. باز هم روی شیر کلیک میکنیم و در این قسمت بالای ادر کلیک میکنیم. و در این قسمت گزینه اول رو انتخاب نمی کنیم، can't find a suitable reason to report این رو انتخاب نمی کنیم و دومی رو انتخاب می کنیم. بالای سابمیت کلیک می کنیم و باز همین ریپورت خود دن می کنیم. با حال اکانت تیک تاک خود ریفرش می کنیم و 24 ساعت منتظر میمانیم و بعد از آن میایم چک میکنیم که ویدیوی ما به فوریو رفته یا نرفته. Over the edge, feel like I'm floating